قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان برنامه ترازوی عمل و تمام برنامه های ما، هموطنان عزیز، همزبانان عزیز، در هر کجا باشید صحت و سلامت باشید. پروردگار همراه شمایان باشد. امروز همراه شما در برنامه من آیدی یکی از مسئله هایی که خیلی زیادی از مهاجرین به این دوچار می شوند و این چونین بعضی از مادران در همین مسئله چی کار باید کرد، چی کار کنیم، از عهده‌اش نبرآمده ایستاده ایم گویان شکایت میکنند. و ایدی تأثیر مهاجرت به فرهنگ و زبان، علل خصوص به زبان و به فرهنگ کودکان و تا چه اندازه این مسئله جدی هست و خطرناک هم هست و این چونین چگونه از پیش راه این مسئله رو گیریم همراه صحبت میکنیم. پیش از همه درباره مهاجرت همه میدونیم که شاید دین اسلام، شریعت ما از دین‌های باشد که هجرت در داخلش یک جایگاه خاصی دارد و پیامبر ما مهاجر بودند تا اندازه مهاجر که حتی در وقت مرگ هم خواستند در هجرت بمیرند و دفنشان هم در وطنه و در مدینه بود، اگرچه یک کشور است به هر حال شهر دیگر و شهر دیگر بود و شریعت هرگز هجرت را حرام نکرده است. یکی از امرهای مباح و بعضا حتی فرض می شود، اما بعضا خود بیخبر هستیم، اما هجرت گویان به جای قدم زده ایم که نه به آینده خود نه به آینده فرزندان خود کفالت داده می توانیم که ایشان در راه مستقیم می مانند. و بعضی از کشورهای هست که برابر هجرت کردن به آن کم کم یا گفتیم محل و به محل میبینید که اخلاق کودکان رو از ما میگیرند، شخصیت کودکان رو دیگرگون میکنند و حتی تا اندازه با فکر ما می جنگند و تا اندازه انسان آماده میکنند که شما یک مدت میبینید که عیناً فکرهایتان فکرهای مثلا اروپایی یا امریکایی یا عموما غیر مسلمانی هست و گفتارتان و کردارتان و این رو کاملا طبیعی میدانید. یعنی یک امر خطیر هم اینجا هست و درباره هجرت گفتیم که شریعت هجرت را منع نمی کند و حتی آنهایی که فقط به خاطر دینشان از اینکه آزادی دین را به دست بیاورند، از اینکه در ظلم شریک نشوند، از اینکه در دین خود پای بند بمانند هجرت کردن، الله میگوید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعا. آنهایی که در راه الله هجرت میکنند فقط به خاطر الله که من بتوانم بندگی تو را تمام کنم، الله برای آنها وعده داده است، وعده فراغی و وعده بینیازی یا گفتیم وعده که انسان با برکت و در نعمتهای بزرگ زندگی میکند. از آن که زندگیش پیشتر بود از آن بهتر میشود و بدتر نمیشود. اما برابر این در ما حدیث های زیادی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی انا بری اون میگویند، من بیزار هستم، یعنی من با او نیستم، من همراه او نیستم. هر مسلمانی که یقیم بین اظهر المشرکین، هر مسلمانی که در بین مشرک ها زندگی میکند، در بین کفار زندگی میکند، برای اون که خواه و ناخواه از آنها تاثیر میگیرد. ولی در زمان پیامبر هم میبینیم که مسلمان ها به حبشه هجرت کرده بودند، در حالی که حبشه یک کشور مسیحی بود، کشور مسلمان نبود. اما میدونیم که تا چه اندازه نجاشی مسلمان شد و هیچ دشمنی با اسلام نداشت و هرگز به دین مسلمان ها دخالت نکرد و برای همین اینجا هجرت های مجبوری هست، دیگر چاره نداری، باید از کشور مسلمان بروی کدام کشور نباشد هم. اما بعضی حالت های هست که تو اختیار داری، فقط به خاطر متاع دنیا یا کم زندگی بهتر تو یک جایی که میدانی که آتش است، خیلی و خیلی برای خود و فرزندانت ضرر دارد، اونجا رو اختیار میکنی که این رو هرگز گفته نمیشود هجرت به خاطر الله، نه، هجرت برای زندگی بهتر که خودت آن را اختیار کردی. یعنی در این مثلا باید وسیع نگاه کرد. چیزی دیگری که اینجا
خیلی و خیلی روز از روز دارد افزایش می‌یابد و در مهاجرین و فرزندان مهاجرین دیده می شود. علل خصوص پس از مدتی که بنده با فرزندان مهاجر سر کار دارم، با ایشان درس دارم، حتی عائله های هستند که خجالت می شوند بگویند ما تاجیک هستیم و حتی جوان های هستند که تا می توانند در همه جا تاجیک بودن خود را پنهان می کنند. کودکانی هستند که نمی خواهند به کسی بگویند تاجیک هستند. یعنی مهاجرت تا اندازه به ما اثر گذاشت یا تاثیر گذاشته است که بعضی ها از کی بودن خود خجالت میکشند، از زبان خود خجالت میکشند، از ملت خود خجالت میکشند و بر دروغ من تاجیک نیستم، من روس هستم یا چیزی دیگر هستم، کسی دیگر هستم گویان میگفته ها هم کم نیستند، در حالی که این نهایت نابود کردن خود میباشد. یعنی هر انسانی که دیگر قبول ندارد که او کی هست، اولا بدانیم که گناه کبیر است و در ما حدیث در صحیح بخاری مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من ادعا لغیر ابیه و هو یعلمه انه لیس بابیه لیس له الا کفر. هر کسی که خود را فلانی پدر من گفت در حالی که او پدر او نیست، خودش هم خوب میداند که او پدر او نیست و جز کفر چیزی دیگری در او نیست، یعنی کفر نعمت و یک قسمی از کفرهای اصغر. در دوامش پیامبر میگویند و من ادعا قوما لیس له فیهم نسب فلیتبوا مقعده من النار. و خود را وقتی از قوم میگیرید، من از فلان قوم هستم، من از فلان ملت هستم، من از فلان مردم هستم، اما شما از آنها نیستید و برای خود در جهنم جایتان را خریده اید. یعنی تاجیک هستی و میگوی من تاجیک نیستم، من روس هستم، یا من تاجیک نیستم، من ملتی دیگر هستم. اینجا ببینید که این یکم دروغ هست وقتی میگوی من از ملت خود خجالت میکشی و میگوید من از این ملت نیستم. دوم این است که این برعلا قبول نکردن تقدیر است، قبول نکردن آن چیزی که الله برای تو اختیار کرده است. برای همین مسئله خیلی جدی هست. در این مسئله با که ندارد تاجیک نیستی، با که ندارد تو با تاجیکی گپ نمیزنی، یعنی در این مسئله نباید عائله ها اینقدر سبک نظر باشن. این مسئله عادی نیست. خیلی که گفته ایستادم، خیلی پیامبر از این برحذر کردن و خود را قبول نمیکنی که کی هستی تو، فرهنگ خود را قبول نمیکنی، زبان خود را قبول نمیکنی، از این انسان چی میبراید؟ کدام بزرگ را ندیدید، کدام شاعر را ندیدید، کدام صحابه را ندیدید رضی الله عنهم اجمعین. سلمان را با سلمان فارسی میشناسند، بلال را با بلال حبشی میشناسند، دیگر صحابه را صهیب رومی میشناسند. اما اگرچه اسلام فخر از عرب بودن فخر بود در آن وقت که چون پیامبر از عرب آمدن، قرآن از عرب، اما بلالی که کل عمرش در عربستان گذشته است با حبشی همیشه بود و همیشه میگفت من بلال حبشی، یا سلمان فارسی هرگز نگفت که مرا فارس نگوید که از زردشت بودن یا آتش پرست بودن خجالت میکشم. یعنی نباید یک نفر مسلمان در این مسئله خجالت بکشد و بگوید که نه من تاجیک نیستم. و ببینید که تا چی اندازه به بعضی ها فرهنگ غرب یا اینچنین فرهنگ کشور غیر مسلمان تاثیر میکند و عیناً مثل اینکه کی بودن خود را قبول ندارن، زیادی ها زبان خود را هم قبول ندارن. و عزیزان مسئله خیلی مسئله جدی هست. وقتی یک ملت را نابود کردنی میشوی، یکم زبان آن ملت را نابود میکنی، زبان او را نابود میکنی، دیگر آن رفته رفته گم میشود. و آداب و اخلاق یا گفتیم فرهنگ و آداب و زبان با هم خیلی علاقه قوی دارن. یکی رفت دیگری می رود. زبان از بین رفت، فرهنگ هم، اخلاق هم، آداب هم از بین می رود. ببینید که برای نابود کردن زبان تاجیکی از ما شروع می شود، از زمانی که شوروی ما را به دست آورد تا امروز. هرگز در چند کشوری که بنده بودم می بینید با زبان خودشان، با زبان مادری خودشان به یگان مشکلی در کوچه ها صحبت دارند. و ببینید که اردوها، یعنی پاکستان و هندوها به امارات عرب آمدن، الان حتی عرب ها هم کوشش میکنن مثل آنها اردو صحبت کنن، برای آنکه آنها در همه جا با زبان خود صحبت میکنن، از این فخر هم دارن. یا حتی میبینید برادر و خواهران همسایه ما افغانستان رو
در کوچه های ترکیه باشد، در اروپا باشد، در دیگر کشورها باشد، دو افغان آزاد با زبان فارسی با هم صحبت کنان در راه میگردن، هیچ خجالتی هم نمیشوند، از فارس بودن خود شرم هم نمیکنند. پدر و مادر با کودکان خود، کودکان با هم دیگر. از ما عکس است، ما از زبان خود شرم می‌داریم. دو تاجیک با هم روسی صحبت میکنن که مردم تاجیک بودن ما رو نفهمند، یا اینکه این رو الکی یک پیشروی میدونن، یک با فرهنگ و با مدنیت بودن میدونن. همین گونه ها رو دیده خیلی زیاد هستند. گفتیم چرا دیگرها در مهاجرت میروند با زبان خود صحبت کردن میگیرن، مشکل ندارن، اما ما یک جا رفتیم دیگر از تاجیک بودن خود خجالت میشویم. مادر با فرزندش در کوچه با روسی صحبت میکند، پدر با فرزندش در کوچه با روسی صحبت میکند، فرزندان با همدیگر در کوچه روسی صحبت میکنند. به فکر شما اگر روسی ما صحبت کردیم ما رو روس میگویند، دیگر ما با همین روس شدیم. اونها میدونن ما کی هستیم. انسان از چشمش و از قیافش دیگر معلوم است به کدام ملت مربوط است و این هرگز آبروی کسی رو پولو نمیبرد. از این هم بدتر داخل کشور، در داخل تاجیکستان هم ببینید، وقتی مصاحبه های رادیو آزادی رو بنده تماشا میکنم یا بعضی از دیگر نفران رو میبینید که یک تاجیک مصاحبه میکرد با زبان روسی در داخل دوشنبه، در داخل خوجند، در داخل دیگر بدخشان و اماکن دیگر. این گونه ها زیاد هستند. یعنی از چی با روسی؟ این رو فخر است که با روسی صحبت میکنی. این یعنی مدنیت هست، این تقدم است، این پیشروی هست، یا خوار و ذلیل بودن هست، پستی هست، فرهنگ دیگر رو کاملا به خود قبول کردن هست، زبان مادری خود رو، اصل خود رو گم کردن و فراموش کردن و نابودی هست. یعنی به این خیلی باید جدی اهمیت داد که نباید فرزند یک مسلمان از اینکه زبان مادری رو فراموش کرد خجالت شود. خیلی زیاد هستند کودکان، خیلی زیاد هستند جوانها صحبت میکنید میگن اجازه بده با روسی قطعیت همراهی تو صحبت کنم. چرا؟ برای اینکه ما این گونه در خانه آموخته شدیم. ببینید اگر بعد از جنگ یکم جهان در کشور کردستان از بین رفته باشد و کردها بین عراق و سوریه و ترکیه تقسیم شده باشند، در هر سه همین کشور اینها زبان خود را، فرهنگ خود را تا هنوز هم داشتن. به یگان خجالت در همه جا من کرد هستم میگویند، با زبان خود صحبت میکنند. و حتی بنده شاهد بودم در الماتا که در داخل اتوبوس دو سه جوانهای کردی، گفتیم پسر بچهای 15 ساله 14 ساله آرامانه آزادانه به هیچ خجالتی با زبان کردی خود صحبت میکنند. 4 نفر و 5 نفر، در حالی که دو قزاقستانی دیگر با هم با روسی صحبت میکنند که فخر برای آنها با روسی صحبت کردن است. گمان میکنیم آنها روسی نمیدانند، یعنی از زبان بیخبر هستند. خوب هم از زبان باخبر هستند، فقط آنها فخر رو در زبان خود دیدن. و انسان تا زمانی که کی بودن خود را قبول نکرد، اعتراف نکرد، باور کنید اون انسان هر کجای رفت در عذاب است، هر کجای رفت در خجالت است که یک هویت او به دیگران آشکار نشود، کی بودن او را دیگران نفهمند و همین گونه رفتن میگیرد. ولی برعکس این باید یک زنی تاجیک، یک عائله تاجیک به فرزندانش بگوید که ما چقدر یک فرهنگ بای و ثروتمند داریم، ما چقدر شاعر و نویسنده داریم، ما چقدر یک زبان داریم که در وقتش در دنیا اگر 2-3 زبان بود، یکی از آنها زبان فارسی بود که ما را جدا کردند و تو تاجیک گفتند و بعداً حرفای ما را تغییر دادند و بعد از این اکنون الان میخوان که نه تاجیکی خیلی یک زبانی پست است و بیاید بهترش روسی صحبت کنید که ما هم قبول داشته ایستادیم. یعنی هر عائله مسلمان در هر کجا باشید، آره با کجای رفتیم باید زبان آن کشور را آموزیم. بدون آموختن زبان کشور مهاجرت زندگی خیلی تنگ است، خیلی مشقت میکشه. هر کجا رفتیم اولین قدم ما این باشد که ما زبان این کشور را بیاموزیم تا اینکه به کسی محتاج نشویم. اما برابر این زبان خود رو نباید فراموش کرد، اصل خود رو نباید فراموش کرد. اینقدر داده کشوری رفته شوید که دیگر در خانه‌تان هم همراه فرزندها با زبان آنها صحبت کنید. و چه خیلی که گفته ایستادم، اینجا وقت زبانت را از دست دادی، فرهنگ و آداب رو هم از دست میدهی. دیگر آداب تاجیکی از بین میروند. احترام پدر و مادری که در ما هست در یگان شاید کشورهای غرب روز دیده نمی شود. اون رابطه های خیش و تباری بزرگ و کوچکی که در ما هست، اون وفایی که بین عائله های تاجیکستان و پابرجا بودن در عائله و مستحکم
تپیدن فرزندان و شوهر و زن در تاجیک ها هست. یعنی خیلی جدی نگاه کردن در مسئله عائله هرگز در غرب و در روس‌ها دیده نمی شود. اینها از بین می رود. دیگر زندگی زندگی با پدر و مادر، زندگی عائلوی، رابطه ها با خویش و تبار، اینها از بین می رود. ببینید کودکی که 15 سال در روسیه بزرگ شد با پدر بزرگش صحبت کردن نمی تواند، با مادر بزرگش در تاجیکستان صحبت کردن نمی تواند، با خویش و تبار تاجیکش صحبت کردن نمی تواند. باید ترجمان در اینجا باشد، باید آنها هم روسی یاد بگیرند. چرا؟ عیب کی است اینجا؟ عیب کودک است یا عیب پدر و مادری هست که اینقدر در مهاجرت مشغول کار و زندگی شدیم که فراموش کردیم که کودک رو هم ما به این مهاجرت برابری درآمدهای کرده ایستادهمان تقدیم کرده ایستادیم و به نزدیکی در یک پدر و مادر تاجیکی که تمام عمر احترام بالای عائله و فرهنگ تاجیکی و مسلمانی اش بود، میبینید که یک اروپایی یا یک نفری که خاراکتر روس دارد، که فکرهایش روسی هست، صحبتش روسی هست، تمامی کارهایش رو به روس‌ها تقلید میکند و همیشه خجالت از آن میکشد که تاجیک است، این گونه فرزنددار میشوند و میبینیم که این نسل رفته رفته به چی تبدیل مییابد و دیده ایستاده این فرهنگ آنها رو و دیده ایستاده. و اینجا خواهری بودن میخواستن در موضوع ما صحبت کنند در همین باره. اگر برادران تکنیک اگر توانید داخلشان کنید، میخواستن نظر خود را، خواهری که خود هم در مهاجرت هستند و وابسته به همین موضوع ما میخواستن نظر خود را بگویند. اگر هستند داخلشان کنید. هر وقت داخل شدن سخن را به ایشان میدهم، برای اینکه کمی پیش به من گفته بودن که داخل میشوند. اینجا پس چی کار باید کرد؟ یعنی میبینیم که این گونه مشکلی رو ما داریم، و داره دوام مییابد و علکه گفته ایستادم از تاجیک بودن شرم میدارند، با تاجیکی صحبت کردن خجالت میشوند، در خانه تاجیکی زبان روسی را همه خوبتر میدانند و با خویش و تبار دیگر صحبت کردن نمیتوانند، مکتوب نوشتن نمیتوانند، یک کتاب تاجیکی را خواندن فهمیدن نمیتوانند. و مشکل این است که بگذریم از این، دیگر اخلاق هم تبدیل می شود، فکرها هم تبدیل می شود و همان گونه‌ای که به زبان آنها رو کاملا قبول کردی، فرهنگ آنها رو قبول کردی. کاش فرهنگ به ما نزدیک بود، فرهنگ مسلمانی بود، اما چی کنیم که فرهنگ کاملا به ما بیگانه است. جایی است که زن و مرد فرق نمی کند، یعنی پدر چگونه حقوق دارد مادر از او بالاتر است. جایی هست که فرزندها را بالای پدر و مادرها ماندن، جایی هست که به جای اینکه پدر و مادر مسئول اساسی تربیه فرزندان باشد، دولت و دیگر نظام آنها و چیز دیگر مسئول اساسی تربیه فرزندان هست و فرزندان رو این به کجا میبرد؟ کی خواستی نامد رو عوض میکنی، کی خواستی جنست رو عوض میکنی، کی خواستی خانت رو عوض میکنی، پدر و مادرت رو عوض میکنی. یعنی این گونه قانون ها تو هرگز بالای تو مسئولیت نیست که با پدر و مادر پیرت زندگی کنی، هرگز مسئولیت نداری که تو با خواهر و با برادر کوچکت مسئولیت آنها رو داشته باشی. یعنی این گونه مشکلی ها خیلی خیلی زیاد است. یعنی با این چی میکنیم؟ آیا یک پدر و مادر تاجیک میتواند این رو قبول کند؟ گفتیم به پدر و مادر تاجیک نبرید، خود انسان چی؟ یک انسان امروز ببینید زندگی روزها که یکم گفتیم عقیب ترن. اگر به اروپا و امریکا نگاه کنید، مفهوم عائله دیگر دارد از بین می رود. وقتی میگوید عائله زن و شوهری، دیگر میگویند این دیگر مدهای قدیم است، الان در عصر 21 هستیم، همه آزاد هستند. وقتی گفتیم مسئولیت فرزندی داری، مسئولیت شوهری داری، مادری هستی که یا زنی هستی که شوهرت بالای تو حقوق دارد، میگه یک انسان آزاد هستم، شوهرم نباشد، هم مادرم نباشد، هم پدرم نباشد، هم بالای من دولت هست که میخوراندم، میپوشاندم و من همه رو تامین میکنم، من به اینها هم میتوانم. یعنی به خود انسانها رو تا کجا برده ایستاده است؟ این همه بد اخلاقی، این همه بیماری، این همه چیزهایی که شیطان از آن برحذر هست حتی. یعنی اینقدر چیزهایی که رفته ایستاده است از این فرهنگی که اولا خود برای خود این گونه ساختن و گفتن ما با یگان دین عثمانی رابطه نداریم و به این روز آورد. یعنی فرزندان تاجیکستان هم اگر همین گونه فرهنگ آنها رو قبول کردن،
رفتن میگیرد. و فکرم خواهر داخل شدن. سلام علیکم و رحمت الله. صدای مرا میشنوید؟ اگر صدای مرا میشنوید بفرمایید. صدای من هست؟ صدایتان هیچ نمیاد، لیکن خواهری که داخل شدن مهمان ما صدایشان خیلی کم است یا تماما شنیده نمی شود. تا شنویده شدن صدایتان من صحبت رو دوام می دهم، که صدایتان برآمد برای شما سخن می دهم. پس اینجا برای این مسئله مسئولیت اساسی بر دوش خانواده هست. پدران مادران عزیز، علل خصوص خیلی گفتم رابطه زبان با رابطه اخلاق خیلی و خیلی زیچ است. اینها یکی به دیگری نمیتواند. تا می توانید به فرزندان بفهمانید که آنها باید پایبند زبان مادری خود باشند. آره، دیگر زبان ها رو یاد گیرند. بدون دیگر زبان های خارجی در این اصل خیلی مشقت است، اما باید زبان مادری یعنی با آنها همیشه باشد. چیزی دیگر این است که نباید پدر و مادر از تاجیک بودن خود خجالت کشند که این به فرزند خود هم تاثیر میکند. در ما این گونه عائله ها زیاد هستند. آره، هیچ ملتی نیست که عیب نداشته باشد. هیچ ملتی نیست که بعضی از عادتهای خیلی خیلی پایان نداشته باشد. در ما هم هست، چگونه که در دیگر ملت ها هم هست. بعضی عرف و عادتهایی که یا بعضی از چیزهایی که برای دیگران خیلی غریب است و اصلا شاید نقض حقوق است. اما دیگر چقدر فرهنگ های خوب داریم، چقدر اخلاق های خوب داریم، چقدر چیزهای در ما هست، چه از مناسبت های عائلوی باشد، چه از تاریخ و آثارهای گذشتگان باشد. پدر و مادر باید از این مسئله ها صحبت کنند که ما تاجیک ها از آنگونه که ما رو چرکه گفتند و کنده گفتند و چیزی دیگر گفتند از آنها نیستیم. اینها هستند که در فرهنگشان اکثریت چیزهایی که دارند خلاف بشریت و خلاف اخلاق انسانی هست. یعنی پدر و مادر تا اندازه در این مسئله جدی باشند که هیچ فرزندی تاجیک خجالت نشود که او تاجیک است. هیچ فرزندی تاجیک خجالت نشود، از زبان خود هم خجالت نشود و در همه جا با فخر بگوید که آره تاجیک هستم. برای زندگی هم مهاجرت آمدم، برای حیاتم هجرت کردم. هجرت کردن من این پس بودنی مرا نمیفهماند، انسانی درجه دوم بودنی مرا نمیفهماند و با زبان خود صحبت کردن من این هرگز معنای آن رو ندارد که من انسان درجه دوم و سوم هستم. ببینید اکثریت کشورها رو میبینید مهاجر افریقایی میرود با تمام همون عادات و اخلاق خود در آنجا زندگی میکند. مردم هم قبولش دارند، کسی مجبورش نمیکند، کسی به دست او دیگر دستبان نمیبندد که نه بس کن و تو هم مثل ما شو. اما بیچاره مهاجر تاجیک می رود عیناً مثل همانها می شود. پس از مدت پوشش و گفتار و فکر و اندیشه و همه چیزها الکی گویا تو آمدی عیناً مثل اینها. کسی شما رو مجبور می کند. این همه مهاجر داریم، این همه مهاجر. خود خواهرها در اروپا میگویند که ترک‌های اکثریت ترک‌هایی که در اروپا هستند در عین لباس خود، در عین خانه‌هایشان ترکی، خوراک‌هایشان ترکی، مسجدهایشان مسجد خودشان، توی‌هایشان ترکی، کاملا در ثقافت خود یا گفتیم فرهنگ خود ایستادند. آنها در فرهنگ خود ایستادند و تغییر نیافتند. حتی خواهر و برادران افغانی چه خیلی گفتند یا بعضی از کشورهای دیگر. مشکلی در ما هست که این گونه زود تغییر می‌یابیم و پدر و مادر در این مسئله هرگز همیشه برعکس یک کودک تاجیک فهم کند که او تاجیک است، در خانه او خانه تاجیکی است، فرهنگی که این همه سال در دنیا بود باز هم تا امروز اگر به یک عائله تاجیک نگاه کنید و به یک عائله اروپایی یا روس نگاه کنید میبینید که بین اینها فرق تا کجا هست که از درجه انسانیت، از درجه انصاف،
از درجه مهر و محبت بالاتر است که خودخواه است و فقط خودم میگوید و دیگر پروای دیگران را ندارد. یعنی به این چیز باید پدر و مادر خیلی و خیلی در مسئله فخر کردن کودک، خجالت نشدنش، شرم نکردنش، قبول کردنش که او کی هست، در خون او خون کی هست، زبان او کدام زبان است، فرهنگ او کدام فرهنگ است. پدر و مادر در این مسئله باید جدی باشند. یعنی نگذارید که کودک ها از کی بودن خود شرم دارند. این را از کی یاد میگیرند؟ از پدر و مادر یاد میگیرند. پدر و مادر چگونه ای که هست، فرزند هم همین گونه می شود. وقتی تا می توان پدر و مادر کی بودن خود را پنهان می کند و زبان خود را پنهان می کند و همیشه حرکت می کند که او را مردم تاجیک نگویند، کودک ها هم عیناً و این همین اخلاق را یا گفتیم همین عادات را می گیرند. مسئله دیگر مسئله اطراف است. یعنی اگر با عائله های تاجیک یعنی تاجیکان بین هم مناسبت خوب داشته باشند، دست جمع باشند و اینچنین کودکان تاجیک با کودکان تاجیک را داشته باشند و با خویش و تبار خود که در وطن هستند یا در کشورهای دیگر هستند یک رابطه پیوندی داشته باشند، میبینید که اینقدر ما بیگانه نمیشویم. اما مشکلی این است که ما بجز اینکه کی بودن خود را قبول کردن نمیخواهیم، تو می توانیم به بیگانه ها پیوست می شویم و از خودی ها دور می شویم. آره، برای این عذر هم داریم، برای اون که خیلی که می دانیم خبرکش ها زیاد هستند، آنهایی که خائن هستند، آنهایی که دیگر جاسوس هستند کم نیستند. دیگر تاجیک از تاجیک خود دارد می ترسد که یکی مرا نفروشد، یکی مشکلی برای عائله من ایجاد نشود، علل خصوص مهاجرانی که با سبب های سیاسی خارج از کشور شدن، یعنی برایشان عذر داده می شود. اما هرچی باشد هم با یک ترس و هراس عمر خود را گذرانیده هم نمی شود. تاجیک های زیادی هستند که ما ناحقانه از روی بی انصافی به آنها بدگمانی داریم، اما انسان های بد نیستند. اگر فرزندان ما با فرزندان تاجیک زیاد رفت و آمد کنند، اخلاق همدیگر را میشناسند، یکدیگر را میفهمیم، از خود آگاه میشویم و اینچنین با خویش و تبار خود زیاد صحبت کنند، یاد بگیرند که مایان چگونه رابطه های قوی خویش و تباری داریم. در زبان خود هم می ایستند، زبان خود را هم فراموش نمی کنند. و از اون طرف هم بعضیا با این فخر میکنن، این کودک من یگان کلمه تاجیکی رو نمیدونند، باز فخر میکنن. به جای اینکه یک مادر تاجیک یا یک پدر تاجیک خیلی خجالت شود، خیلی خجالت شود که چگونه کی بودن فرزندش رو فراموش کنانید، چگونه فرزند او کی بودن خود رو فراموش کرد. برعکس خیلی فخر میکند که کودک من یگان کلمه تاجیکی صحبت نمیکند، یا اینکه کودک من مادرش که روس است عموما تاجیکی رو نمیداند و نمیخواهد و حتی با زبان تاجیکی صحبت کردن رو هم دوست نمیدارد. با این فخر میکنم، جای اینکه خجالت شود، شرم دارد و بگوید که من چی پدری مسلمان هستم، چی پدری تاجیکی هستم که فرزند من کی بودنی پدرش رو، زبانی پدرش رو و اینچنین ثقافت پدرش یا فرهنگ پدرش رو نمیداند. برعکس فخر میکند که این هم یک مصیبت دیگر است. پس رابطه ها رو وقتی قوی کردیم، رابطه ها بین تاجیک ها قوی شد، بین خویش و تبار قوی شد و تا توانستیم یک جمعیتی باشد که درس های تاجیکی باشد، حد اقل در یک هفته یک بار باشد، در یک ماه یک بار یا 2 بار باشد و تاجیک ها با هم بنشینند، درس قصه چیز با زبان تاجیکی باشد یا آموزشی. یعنی چقدر خواهرهای سوریا یا اینکه مصر را دیدگی هستم، بنده به چشم خود شاهد هستم، به هر کشوری مهاجرتی که می روند در آنجا حتما در یک هفته یک بار برای خواندن زبان خودشان، علل خصوص تعلیم قرآن و اینچنین زبان عربی خودشان، یا یک درس همچون آموزش خوراک‌های مثلا سوریا یا آموزش بعضی طرز پوشیدن و طرز دوختن لباس ها، یا یعنی فرهنگ خود را برای فراموش نکردن تمامی کوشش خود را میکنند. یک چند خواهرها جمع میشوند و میگن تمامی کودک ها همین روز، یعنی علل خصوص کودک های مثلا مصری یا کودک های دیگر اینجا جمع میشوید و ما تمامی روز کارهای میکنیم که در وطن کودک ها مثل شما میکنن. یعنی یک خوراکی خودمان، یک قصه از قصه های خودمان، یک فرهنگ خودمان که مردم کودک ها از خود آگاه میشوند. اما بر ما در ما خیلی برعکس است. تا می توانیم
خود کودک در مکتب در یک روز 5 ساعت و 6 ساعت و 7 ساعت با فرهنگ بیگانه مشغول است، با استازی که زبانش دیگر هست، فرهنگش دیگر است و حتی دینش دیگر هست. خواهر و برادرانی که در کشورهای غیر مسلمان هستند دینش دیگر هست، مشغول است. ما در یک هفته 1 روز و 1 ساعت جدا کرده نمیتوانیم برای فرزندمان که او از دین خود آگاه باشد و از فرهنگ خود آگاه باشد و کی بودن خود را فراموش نکند و بداند که مثل او تاجیک ها زیاد هستند. یعنی این گونه برنامه ها را باید پدر و مادر تاجیک در هر کجا هستند بسازند، از پی شوند. چگونه که از پی مهمانی ها هستیم، شکر الله تاجیک ها بین هم رفت و آمد دارند، اما رفت و آمد هایی که خوب استی درست استی بعد از این رفت و آمد های اینه که هدف دارد که در همین نشست ما باید یک برنامه برای فرزندان کنیم، برای خودمون کنیم. نه در مهمانی با هم صحبت دارند، فرزندها با زبان خودشان صحبت دارند. یعنی من در چند مهمانی هایی که بودم، تاجیک ها فرزندهایشان با روسی صحبت میکنند و با هر چیزی که یا با دیگر زبان پدر و مادر پروا هم ندارند. یعنی حتی نمیگویند هم که نه شما تاجیک هستید با زبان خود صحبت کنید. یعنی در بین خود اینجا که یگان غیر تاجیک نیست، فقط خودمون هستیم، در بین خود هم دوست می‌داریم که مویان زیاده و بیگانگان پیروی کنیم یا اینکه از اصل خود دور باشیم، از کی بودن خود دور باشیم. و ضررهای این را چه خیلی که گفتم، هم به عائله خیلی جدی ضرر دارد، هم برای فرزندان خیلی ضرر دارد. و ببینید که یک روز می شود که به وطن برگشت و نمیفهمد که در وطن چی میگویند، نمیداند که در وطن چی میخورند، چی میپوشند. کلا یک آدم خارجی به وطن برمیگردد. این ننگ است یا فخر است؟ یا اینکه پس از مدت ملت چی هست میگویند، او میگوید تاجیک است، اما تاجیکی چی هست نمیدانم، تاجیکستان در کجا هست نمیدانم، تاجیکان چگونه مردم هستند نمیدانم، یگان کتابی تاجیکی در حیاتم نخواندم، یگان انسان مشهور تاجیکی را نمیشناسم. از این چی است؟ فرهنگ است، این پیش قدمی هست، این خارج رفته و خارجی شده هست، یا اینکه یک ننگ است، یک شرمندگی هست که اصلت را نمیدانی، کی بودنت را نمیدانی، زبان مادریت را نمیدانی. این خیلی و خیلی ننگ است که نباید به این ما این گونه که امروز فخر داریم خود بیخبر هستیم که بچی یک خطر دهشت داریم قدم می نهیم. اینجا به فکرم برای پیوست کردن مهمان مشکل شد. آره صدا در ما نیست، صدایشان می آید یا نه؟ امیدوارم آواز هست. ها آمد، آواز شما آمد. خواهر بفرمایید. خوش آمدید به برنامه. جهان سپاس. سلام و درودی به پایان با شما و بینندگان برنامه شما. و خواستم تشکری از آن کنم که این برنامه های مهم و داغیروز را برای بینندگان پیشکش میکنید. این خیلی یک موضوع مهم است، اصلا برای ما مهاجرانی که دور از وطن هستیم و فرزندان ما دارن از فرهنگ، از زبان، از همه آن چیزی که مربوط به تاجیک بودن آنها است دور هستند. بنده بارها با خواهران و مادران هم صحبت می شوم که من اصلا نمیخواهم میگویم که فرزند من به زبان تاجیکی گپ زند. بیا ما اصلا در اروپا هستیم، در روسیه هستیم، چی ضرورت دارد گپ زدن فرزند من با زبان تاجیکی؟ من که اصلا تاجیکستان نمیروم، فرزندم که اصلا تاجیکستان نمیرود، چرا من کوشش کنم که فرزند من با زبان تاجیکی گپ زند؟ و این برای من یک همچون به حیثیت تاجیک باعث تاسف است. خیلی چی میگم، خیلی چیز میکشم، اذیت میکشم. اصلا فرزندان من، خود بنده هم گرچند کوشش میکنم فرزندان من که با زبان تاجیکی اصلا کلمه هم که صحبت نمیکنم. من مقایسه میکنم فرزندی که 4 سال قبل از تاجیکستان به اینجا آمدگی هست و
فرزند امروز در افریقا زندگی میکردگیم خیلی و خیلی یک فرقیت بزرگ دارن که اصلا چی میگیم نه زبان نه فرهنگ هیچ چیز از تاجیک بودن حتی خبری ندارد. وقتی که من با زبان تاجیکی صحبت میکنم طرف من میگه یعنی چی، با همون زبانی که خودش میفهمه میگه یعنی چی، یعنی چی منظورتون چی هست. نمی‌فهمد، یعنی ترکی رو نمیفهمد. آره ببینید مهاجرت اصلا خودش سخت است، از خانه به خانه شدن و در بدر شدن، در ملک غریبی هجرت کردن، این خودش یک وضعیتی سخت است برای فرزندان و برای هر کسی که در مهاجرت قرار دارد اینو میفهمد. ما زید نیستیم که فرزندان ما و ما زبانی زبانی خارجی رو میدونیم، نه؟ در برابر این باید ما زبان تاجیکی رو هیچگاه فراموش نکنیم. بنده گرچنده که در اویله کوشش میکند با زبان تاجیکی صحبت کنم با همون یک زبان لهجه‌ای خودمان، اما فرزندانم از تاثیر محیط گرفته، از تاثیر مکتب گرفته، از تاثیر دوست و برادر و نمیدونم اطرافیان گرفته تاجیکی برای ما. ببین فلانی میگد که مادری فلانی میگد که چرا با تاجیکی صحبت کنه که ما اصلا در تاجیکستان هستیم و در تاجیکستان زندگی نمیکنیم، برای ما لازم هم نیست. این یک فاجعه است وقتی که طعام ها و خوراک های تاجیکی رو میخواد که درست کنیم میگن که این چی است، من نمیخوام اینو خوردن، این برای من اصلا ناشناس است، من نه طعمش خوردن میخوام نه اصلا. یک محیط هست که یک وضعیت هست که برای من خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است. اما بعضا وقت انسان مجبور می شود که صبر کند در برابر اینکه من میبینم فرزندان ما دوران رو به مردم غرب میورن، هم فرهنگشون میگیرن، هم زبان میگیرن، همه چیزی آنها رو میگیرن و از زبان تاجیکی و تاجیک بودن هیچ چیز. وقتی که براش میفهمونی که تو تاجیک هستی من تاجیک هستم، ملت یک چیزی مهم است برای شناسانیدن من و تو، میگه که برای من مهم نیست. و من بارها مشاهده کردم که در منطقه من زندگی میکنم اصلا زیادی مهاجرا زندگی میکنن و خواهران و برادرانی که دارن از هویت خود میخواهند دفاع کنند، فرزندهای 4 ساله 3 ساله خود رو به باغچه روانه میکنن. میدونین برای چی؟ به خاطر که بگذار اول در خانه زبان خودم را آموزد بعد من باغچه روان میکنم، گرچنده که مجبوری هست، از 3 ساله اون طرف مجبوری هست، لیکن به یک واسطه پیدا کرده فرزندان خود را روان نمیکنن که بگذار عربی بیاموزد، زبان خود را خوب بیاموزد بعد باغچه میرود، بگذار زبان چیچنی را بیاموزد بعد میرود، بگذار زبان روسی خودم را خوب بیاموزد بعد میرود باغچه. یعنی ما تاجیکا چیکار میکنیم؟ فخر میکنیم که این یک فخر میکنیم که بگذار کودک من از 2 سالگی با زبان خارجی صحبت کند، پس آن که کلان شد یک فاجعه وقتی با زبان تاجیکی حرف نزد. گرچند مقصر این عمل خود ما هستیم، فرزند را سرزنش میکنیم که تو حداقل یک کلمه هم به زبان تاجیکی نمیدانی، در معرکه رفتی یک کلمه به زبان تاجیکی حرف نزدی، سخن پرسیدن تو چه خیل هستی من سازم به زبان تاجیکی حداقل نگفتی که تاجیک بودنت را بفهمانی. پدری من فقط یک سخن میگوید بگذار که
هر چی را که میداند و هر زبانی را که میداند بگذار، هیچ وقت تاجیکی را از خاطر نبرارند. فردا که بزرگ شدن رفتن دانشگاه و گفتن که تو از کدام ملت هستی و بگوید که من تاجیک هستم و بگن که تو حداقل 3 کلمه با زبان تاجیکی بگو، فرزند تو دهنش را باز کرده بگن من چی بگویم با زبان تاجیکی که من اصلا هیچ چیز نمیدانم. و من از تصمیم و چیزی که شما دارین برای فرزندان ما زحمت میکشین و حداقل 1 هفته هم باشه که وقتی خود را دریغ نمیدارین، خیلی ممنونم. امیدوارم که این یک تاثیر میشود برای ما مادران، برای آموختن و سهم خود را گذاشتن در هویت تاجیک بودنی تاجیکانه خود. باقی سربلند باشد. تشکر زیاد برایتان. تشکر از شما که به ما پیوست شدید و فکر خود را گفتید. واقعا یک مادر مهاجره که خودشان میبینند و زندگی دارند و فهمیده ایستادند که فرق ما از دیگر ملت ها چی است و تو چه اندازه حتی پدر و مادران در این مسئله بی‌پروا هستیم و حتی فقر هم داریم. عزیزان، این بود برنامه من همراه شما. شاید برای خود من هم، برای دیگر مادران هم، و پدر و مادران فرزندان هم یک تاثیر شود که ما از کی بودن خود خجالت نشویم، کی بودن خود را اعتراف کنیم، قبول کنیم و همیشه بگوییم که من تاجیک هستم، پروردگار برای من این ملت را نصیب کرد، راضی هم هستم، میفخرم و مهاجر بودن من پس بودن من نیست، زبان تاجیکی زبان پس نیست، کی بودن تاجیک یعنی ننگ نیست و این بفخرند ببالند. و هر یک مهاجری که در دیگر کشورها آزادانه زندگی میکند و هرگز خود را تغییر نمیدهد و تغییر دادن شروع نکند. با امید که در پناه الله یگانه باشید و همیشه بفخرید از آن که شما مسلمان زاده اید، تاجیک هستید، زبان فارسی، فرهنگ خوب دارید. شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.